سلام بیننده های عزیز، امید که جور و صحت و سلامت باشید. بیننده های عزیز، شما را خوش آمدید میگیم باز هم به یکی دیگر از گزارش شما. بیننده های عزیز، قسمی که شما میبینید ما چندین روز است که هستیم در ولایت زیبای کاپیسا ولسوالی نجراب که شما شاهد عزیز هستید که ویدیوهای گزارش متعددی که رفتیم به قریه دلیار، رفتیم از مسجد سنگی دیدن کردیم. حالا هم به گفته مردم محل میگن که یک پل بسیار زیبا و قشنگ است در این ولسوالی که به نام پل استانبول زیادتر مردم یادش میگن. آمدیم ببینیم که پل استانبول چه رقم جایی از شما میبینید این پل استانبول است. این خودش نمایندگی از عمود زیبایی نجراب میکنه. بریم تو ببینیم کدام هموطن خدا اگر پیدا کنیم باش مصاحبه داشته باشیم درباره پل کدام گپای سخنای اگر داشته باشم. دو چشمکای سیاهت مایلون که جگرم از اون اجرا فراری رانون که جگرم خود در عاشقی بس کرده بودم جگرم صفحه دیگر دمت باز مایلم که جگرم. سلام علیکم. خوب هستین شما؟ صحتمند؟ خدا را شکر است. سلامت باشین. خوش آمدین به ولسوالی زیبای نجراب. قریه غازی بخیر. زنده و سلامت باشید. بخیر آمدین شما. بخیر باشه. اسم شما میشه نام خودم معرفی کنین؟ بله البته اسم احمد شایب ابراهیم خیل هستم، یکی از باشندگان ولسوالی زیبای یه نجراب. طرف یک موتر آمد به نظرم. بله. چطور هستی برادر محترم؟ شکر سلامت باشین. شما بخیر ان شاء الله آمدین به ولسوالی زیبای نجراب؟ بخیر باشه، زنده باشه. قسمی که دیدیم از فضای زیبا و دلنشین این منظره زیبا دیدن میکرده. بله دقیقاً، چون دیگر است و وقت نماز بود، ما نماز با جمع از مردم از جمله هموطنان فریضه الهی را ادا کردیم و چون دیگر بود وقت چکر است، خواستم یک دم و بیرون دویم و یک چکر یک دیده از پل از هوای زیبای ولسوالی نجراب داشته باشیم. در اول از خود بگوی که مصروف چی کار هستی؟ بله ما خودم شخصا محصل هستم، محصل پانزه استوماتولوژی در یک از پانتونهای خصوصی می باشم. چون رخصتی های زمستانی فرا رسید خواستم یک دم دیدار از فامیل و همچنان از هموطنان عزیز و از ولسوالی زیبای نجراب که ولسوالی می باشد خواستم بیایم یک دیدار داشته باشیم. بسیار خوب. اینا بیننده های عزیز، قسمی که شما میبینید دکتر صاحب پیدا کردیم با خود داریم ما. بله سلامت باشید. دکتر صاحب بیایید از پل با ما بگویید که پلی که مشهور به پل استانبول در ولسوالی زیبای نجراب می باشد، یکی از مشهورترین پل ها و مستحکمترین پل ها در ولسوالی زیبای نجراب می باشد. کی پل با داشتن طول در حدود 100 متر می باشد. کی پل با کمک وزارت انکشاف و احیا و با همکاری مردم ساخته شد، چون مردم مشکلات زیاده قبلا متحمل بودند. سیلاب ها چون سرازیر از دره های ولسوالی نجراب سرچشمه میگرفتن و سیلاب ها سرازیر میشدن، مردم با مشکلات خیلی زیادی مواجه بود و مردم با امکانات بسیار سطح اولیه‌ای که و ابتدایی که داشتن، چون پل های چوبی می ساختن و از امیر را عبور میکردن، عبور مرور میکردن، میرفتن به سمت بازار و سپس به سمت خانه های خود برمیگشتن. بنابراین این سیلاب ها و تمام حوادث طبیعی بسیار مشکلات زیادی به مردم فراهم کرد و ایجاد کرد. بنابراین مردم تصمیم گرفتن تا با کمک دولت یک پل بنا کنند که هم از لحاظ زیبایی یک چیز خاصی برای دیدن باشد و همچنان از لحاظی که یک پل مستحکمی باشد و سیلاب ها نتوانند این پل را ویران کنند و این مشکلات خیلی زیاد مردم داشتن. فعلا الحمدلله مشکلات رفع شده است. بسیار خوب بسیار خوب. قسمی که میگم پل استانبول واقعا که مشابه پل استانبول است. بله دقیقاً پل استانبول که میگن دقیقاً همین شکل که به شکل استانبول ساخته شده، طرز دیدش و قسم ظاهرش شما دقیقاً میبینید. بله به قسم پل استانبول ساخته شده، چون اما میله هایی که شما میبینید در دو قسمت پل، به قسمت پایین در آمدین و سپس بالا رفتین، چون اگر پل استانبول شما مشاهده کرده باشین دقیقاً مثل از همین پل است، ولی یک کمی مفشن‌تر و بزرگتر است، چون همین نام بود که به پل استانبول مسمی گردید. بسیار خوب. قسمی که ما آمدیم در ولسوالی زیبای نجراب
رفتیم دیدن کردیم از ساعات مختلف ولسوالی نجراب. مردم محل هم به ما گفتن که یک پل بنا پل استانبول است. من ایران ماندم چطور پل استانبول چطور در وطن ما در خانه ما نجراب. افغانستان خانه کل ماست بخصوص نجراب بله که واقعا یک فضای عالی داره، یک مردم بسیار مهمان نواز داره. گفتن آمدیم یک دیدن کردیم از این پل. درباره از این پل بگویید که این پل بسیار محکم است. قسم دیده میشه از پلای از کیبلای بسیار محکم ساخته شده است بزرگ. آیا کدام جای وصل هستند محکم نگه داشته شده است به خاطر استحکامش؟ بله دقیقاً انجینری پل به انجینری بسیار خیلی عالی ساخته شده است، چون شما میبینید به دو طرف پل میله های بسیار زیاد قوی و همچنان گرنگ که نگهدارنده وزن تمام بدنه پل میباشد ساخته شده است. که میله ها با دو قسمت از پل شما مشاهده در تصویر میبینید که ستون های زده شده است. به قسمت 10 متر طول از اینها میباشد درازیشان که به قسمت بالای پل اینها وصل هستند و تمام وزنه پل را اینها بر خود میگیرند. و همچنان میله هایی که در دو قسمت پایینی پل شما میبینید، در دو قسمت پل 4 کانکریتی که به قسم خانه مانند ساخته شده است و تمام میله ها در دل همین کانکریت هایی که با سیخ و سنگ آهنگ ساخته شده اینها بر دل از یا فرو رفته تا که وزن و بدنه پل را به شکل بسیار عالی و حد اوسطش اینها بتوانند نگهداری کنند، چون این پل یک پل بسیار مستحکم و انجینری بسیار خاص طراحی شده است. به نظر شما این پل چقدر بودجه خورده باشه به خاطر ساختش؟ بله بودجه گزاف این پل داشت که در حدود 48 میلیون و 830 و چند هزار افغانی می باشد. 83 هزار چقدر افغانی می باشد که در حدود ما میتونیم بگیم کمتر از 50 میلیون می باشد که به پول افغانی که این پل مصارف داشت، با جمله از و خدمات ای که مردم تانستند که صدای خود را به دوش مسئولین برسانند و همچنان این هزینه گزافه به دوش دولت بود و مردم فقط امی مسئولیت داشتند که چنانچه یک پل باید ساخته شود و تمام امی مصارف این پل به تمام هزینهش به دوش دولت بوده است. بله بسیار خوب. به نظر شما طول پل چقدر باشه؟ قسمی که در اول هم گفتم طول پل در حدود 100 متر می باشد که تخمین زده شده بود. بله و عرضش در حدود 2.5 متر می باشد که یک موتر و یک موتورسیکل به راحتی میتونن عبور کنند و همچنان کسایی که یک موتر بیا و یک جای خلاگاهی داره به کسی که عبور کنه و خود را در یک خلاگاه بگیرد از صدماتی که موتورسیکل باشه جلوگیری کنه. برای درست است. قسمی که موترها آمدن ما در گزارش ثبت شده که خدا گرفتیم بسیار کم مونده بود که بگیره یعنی بزنیم و موتر بزنیم. بله این پل چون در اول قسم سروی شده بود که باید یک کمی گسترده تر وسیع تر باشد، چون مردم افغانستان و دولت افغانستان چنانچه با تمام ما شما بهتر معلوم است بودجه های گزاف زیادتری ما نداشتیم، چون همینقدر بودجه‌ای که در دسترس دولت داشت به همکاری اونها خیر بینن خداوند اجر و ثوابش به اونها بده، تونستن که همچنین یک پل داشته باشن از لحاظ زیبایی و از لحاظ استحکامیت، چون انجینران قسم نظر داده باشن که هر قدر ای که پل از سطح بلندی و ای که از لحاظ ارزش کوچکتر باشد همون قدر میتونه مستحکمتر واقع شود. بسیار خوب. قسمی که ما میبینیم بسیار مستحکم است، کیبلای بسیار مستحکم از آینه بسیار قوی و محکم ساخته شده است که مردم بتوانند به راحتی عبور و مرور کنند. به نظر شما کدام قریاجات وصل میکنه این پل به مرکز ولسوالی نجراب؟ بله سوال بسیار خوبی شما پرسیدین. قدم اول فایده ای پلی بود که مردم قسما گفتم که با حوادث طبیعی بسیار زیاد اینها دچار بودن و مصیبت زیاد ایجاد میکرد و قسمت فایده دوم پل که ساخته شد ای که یک محل ارتباطی باشد برای مردمان، چون آن طرف دریا مردمان غازی بیخیل و تروری و سایر قریجات دیگر که مردمان آنها این مردم ها را به سرک عمومی ولسوالی زیبای نجراب و بازار نجراب وصل می کند. این مکان کاملا این فرصت مساعد ساخته
تا ای که مردم بتوانند از این پل به خوبی عبور و مرور کنند و همچنان موترهای کسایی که دارای موتر می باشند و موتر خریدند و نمیتونستند موتر خود را به خانه خود ببرند و این پل این فضا را مساعد ساخته تا سهولت بر مردم ایجاد شود. بسیار خوب. بریم ببینیم که کیبلایی که بسیار مستحکم هستند در کجا محکم گرفته شده است. قسمی که شما گفتید منفذایی هستند که بسیار از سمت ساخته شده و بسیار مستحکم و قوی هستند که وزن پل را بر 4 طرفش نگهداری میکنه. صحیح است؟ درست؟ دقیق. قسمی که بعدا شما در تصویر انشالله خواهید دید که منافذی هستند که کاملا کانکریتی میباشد که بر دو قسمت پل اینها واقع هستند که دو در یک قسمت پل و دو در قسمت دیگر پل واقع هستند که کیبل هایی که وزنه پل بالایشان گذاشته شده است اینها در دل همان منافذ کانکریتی که از سنگ و سیخ و سمنت بسیار مستحکم ساخته شده به دل اینها فرو و مستحکم شده است چون وزنه خود را بتوانند به بهترین و درستترین شکل نگه دارند. پیش از اینکه بریم از این منفذا دیدن کنیم، به نظر شما نقش مردم ولسوالی زیبای نجراب در ساختن این پل چی است؟ نقش واقعا کلیدی و بسیار مهمی داشتند چون هیچ کاری بدون مردم نمی شود. اگر ما صدای خود را نبرسانم به گوش دولت خب نمیشه. بنابراین دولت زود باید در کجا باید اقدام کنه، کجا را زود باید بره سروی و دیدار کنه. مردم بسیار نقش کلیدی و فوق العاده عالی و مهمی داشتند چون صدای خود را به بهترین شکل تانستند که به گوش مسئولین برسانند که ما چنین نیازی داریم و با چنین مشکلات ما متحمل هستیم هر روزه که ما عبور و مرور میکنیم چون دولت دلسوزی که بوده است و مردمانی که در این قسمت مسئول بودین تانستن همچنین پل اینها بسازن و بر مردم سهولت ایجاد کنن. بسیار خوب. بریم به نظر من اون منفذ هست. بله، قسمی که در شما در قسمت راست میبینید به قسمت ذخیره مانند اگر در سایر دهاتا شما دیده باشین ذخایر آب چنین میباشد ولی اینها کاملا داخلشان پر از سیخ و آهن و سنگ و چیزهای بسیار مستحکم ساخته شده است و در قسمت چپ که شما میبینید همچنان منافذ دیگره یکی از دیگرش که یکی در قسمت راست چپ میباشد قسم در قسمت چپ ما که شماست همچنان میباشد که شما قسمی که میبینید میله بر دل همین منفذ فرو برده شده و مستحکم گردیده شده. به نظر شما این منفذا بسیار هزینه برده باشند؟ بله دقیقا هزینه خود را دارند چون یکی از بزرگترین و مهمترین کار یک پل را انجام میدهد چون وزنه پل بالا از این هاست. بله دقیقا هزینه خود را دارد چون هر قدر که هزینهش بیشتر و مستحکم تر ساخته شود هم قدر پل با کیفیت تر می باشد. بسیار خوب بسیار خوب. به عنوان پیام آخرتان که دارید چی است؟ میشه ببینید های ما بگوید. بله در قدم آخر اول تشکری خیلی زیاده از شما تشکری بسیار خاص از شما میکنم که آمدین قدم رنگ فرمودین ولسوالی زیبای نجراب و اینکه دیدار داشتیم با هم دیگر و دیدار اسما مردم و از اماکن ولسوالی زیبای نجراب داشتید و پیام ما به تمام مردمان شریف و نجیب افغانستانی است که بیایید همدلی پیشه کنیم و تفرقه و زبان و تمام چیزایی که بین ما و تمام مردم افغانستان ما و شما یک تفرقه یک خلاقه ایجاد میکنن بیایید آنها رو دل کنیم چون میگن که همدلی است همزبانی بهتر است خوب است که دلها را با هم دیگر نزدیک کنیم از اینکه زبانها با هم دیگر نزدیک باشند. بسیار خوب. تشکر از دکتر صاحب عزیز که بسیار واقعا با معلومات زیبایشان که در مورد پل استانبول با ما داشت. واقعا یک مکان دیدنی و مکان تفریحی برای مردم است. پلی که واقعا برای رفع مشکلات خیلی از هموطنان ما ساخته شده است و جهان سپاس از شما بیننده هایی که تا این دم بیننده برنامه خودتان بودید. از اینکه بیننده برنامه خودتان هستید جهان سپاس. تا دیدار بعد که باز هم من شبیر ازمی با جمع از همکارانم که در خدمت شما قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. خدا نگهدار. جیگرم فردا چه روز جیگرم یا خانم بیبی قنداری دوز جیگرم یا خانم بیبی نجرابی